دوستان ارادت، CC بار انارکی رو میخوایم با مینی فرز و فلاپی سنباده کاملا پرداخت کاریش کنیم. ادامه ویدیو رو ببینید. در این مرحله گل جوش و گرده جوش رو با فلاپی سنباده بر میداریم. بعد از اون کل قطعه رو با برس سیمی که سر مینی فرز بسته شده یک دست میکنیم. خب این تمیزکاری جوشاش به پایان رسید. میره پرداخت کاری با فیبرانکس، چون این میخواد بره آبکاری. خب قطعه از آبکاری اومده. پوشش کار نیکل و کروم هست و در قسمت وسط کار میتونید بالشتک چرمی رو نصب کنید که دوتا پیچ داره و این میشه نهایت کار که از پشت دوتا پیچ آلن رو میتونید ببینید که قابلیت و باز و بست رو داره و این تکیهگاه های پشت یا همون CC بار روی تمامی موتورهای کروزر با دیاق فابریک نصب میشه.